شما پولی کلان افتید و گفتند که باید نه خیر کنید. شما کجا با خیر میکنید؟ با کدام رو خیر میکنید؟ با کی میدهید؟ خداوند اگر در دست ما پول کلان بغلته ما در همه یتیم خونه ها خیر میکنیم، در راه ها صرف میکنیم، در کمبغلا دیگه در کجا میکنیم. هیچی نیتی من همین نیتی پاک من که خداوند و خدا همین والله فقط میگم خداوند من همین خیلی همین یک دورنده کنه، فقط همین کمبغلا قدیره را میبینیم دل میزه. همین حاضر ایتاق میبینیم همین اسم دارم میگم برورم هوایی را بتم. دیگه نیتی ما این نیتی ما همین خیری همین تاجیکستان الحمدلله آباده. همین فقط میگم تنجی و امانی الحمدلله همین در این ماه شریف رمضان خداوند یکی بتا فقط در روی الله خیرش میکنیم. خودم قرض دارم، قرضای خودم میتم اول. بعد کم بغلا را. جایی که مثال آباد میکنن، میگم رهای، میگم جایی که فایده‌ناک است. همین حالت شده شما با یگان دو؟ نه نشده است. و فکرتان چقدر مبلغ باید باشد که آدم دلش میشه خیر کنه؟ تو چقدر مبلغ؟ خیر وابسته خود همه آدم های. چقدر که مثال از دلش میتونه که برای تیا. خیر در نوبت اول همین کدام چی واسطه که کم بغل هیچی خوردن نداره فرسیر فرزنده همیاد خرج میکنیم دیگر رو باز دیگر کجا بکنیم خیر خدا ما را پولدار کنه همه خیلی راه داریم. Я, например, живу в колхозе, у нас такие люди есть, которым нужна помощь, я бы вот им дала бы, если бы у меня деньги были бы. Да, втор делаем мы, втор делаем, да, соседи приходят. Ну, каждый год втор делаем. Соседи, родня приходят, барана режем.